در را بینو خیر. خوش آمدی. خوش باشید. خوش آمدی امری جون. خوش باشید. این رو گیرید. بچه جون چرا زحمت کشیدی؟ هیچ گم نی. مرحمت. گذشته شین. مادرت چخیلن؟ شکر خدا خوبن. سلام گفتن. سلامت باشن. من به آشخانه رفته چای بیارم. زحمت نکشید خاله جون. چی زحمت؟ نه وکک دم کرده بودم. همراه چای می نوشیم. هوا خیلی سلقین شده است. چه خیل هستی؟ بشرا، با تو یک چیز میگویم لیکن تو از من چرا گفته نپرسو بلش؟ و شناسایی من چند سال شد؟ 2 سال. 2 سال و 15 روز. و 8 ماه از که فوتیه شده ایم. همینطور که گفتم باز چرا گفته نپرس. با اجازت تو. الکی می روی؟ مرا ببخشید. حقتون را حلال کنید. جونکی من، سیلینکی من. آنا تاکسی آمد. تاکسی! Stop! Police! Stop! Stop! انا لیموی خنبری، لیموی اصل بری، لیمو خرید. بر پدرت لعنت، لیموهایم به پایت شکر. ایست نگویم! نازان، هیچ چیز رو شنیدن نمیخواهم. نازان، هیچ چیز رو بس. نازان.
مجبورم جزدانش را کشایم. شاید شخصیتش معلوم شود. امره چندن؟ از پس جزدان ندویدنش معلوم شد. این از آن توست. میپوشی یا نمیپوشی، اما از آن توست. بشرا، برای چی گفته از تو نمیپرسم؟ اما نفهمیده ایستادم. ببخشید جناب امره؟ بله منم. کمیسر کلان یگید گندوزلی از اموری تقویت. مینت دارم. شما دیروز جزدانتان را تشکر. چی خیلی افتید؟ شفا یا به جناب امره. الله شفا دهد. برای فهمیدن شخصیتتان مجبور شدم که جزدانتان را کشایم. نخواست چشمانم به تشخیص طبی افتاد. خدا شفا دهد. سلامت باشید. چی خیلی تشخیص طبی؟ چی ها گفت؟ در این خصوص با تو گفتن نمیخواستم، اما تقدیر چنین بوده است. از این میبراید که دانستن تو حتمی است. من سرطان شده‌ام بشرا. یک چند روز پیش از به اینجا آمدنم فهمیدم. یعنی چی خیل؟ سرطان گلو شده‌ام بشرا. گوش کن، تو صحتمند و جوان هستی. دیده و دانسته حیاتت رو سوزانده نمیتوانستم. مرا چی انتظار است حتی دکتران نیز نمیدانند. 6 ماه عمرم مانده است یا که 6 سال خدا میداند. در این حالت با تو چه خیل توی شوم بشرا؟ تو رو بسیار دوست داشتنم رو میدونی. تو رو به خاطر دوست داشتنم رد میکنم. با یگان کسی صحتمند توی شدن درست‌تر میشود. من برای همین هم گیر این را. امره حالا هم مرا نشناختی. نه خود فکر کردی که تو رو در همین حالت پرتافته میروم. در استرالیا خونده میتوانستم اما نرفتم. سببش تو بودی. من با تویم. چیزی که رخ ندهد بگیر. با انگشتت گذران. بشرا، این را کرده نمیتوانم. فهم مرا. اگر تو گذرانیدن نخواهیم، من انگشترینم رو نمیبرورم. آگوست کانت میگوید که هنگام حکمران بودن بی سر و سامانی در جامعه یگانه راه حل در پوزیتیویسم می باشد. عقیده اسرار وجود کائنات، بله زیرش خط کشیده میگویم، مقصدی بزرگ و مطلق ندارد.
فهمیدید بچه ها؟ یعنی خیلی که بعضی عقیده های دینی پیش می آورد اشیایی در کائنات بوده، بله اشیایی در کائنات بوده مقصدهای اسرارانگیز، سببهای پیدایش یا خیلی که میگویند یگان حکمتی بزرگ ندارد. این دیوس اب است. از بینتون یگان کس معنای این را میداند؟ معلوم که نه. معنایش خدا نیست. استاد ببخشید، این دیوس اب است سخن بی‌معنی است؟ چرا بی‌معنی؟ ببینید این سخن است که به کشمکش هایی که روزهای آخر در روزنامه ها چاپ می شود خاتمه می دهد. بله اینجا خدا نیست. اینجا یعنی در صنف، در این دانشگاه. چرا؟ زیرا در اینجا دانش می آموزند. اینجا دانش است. چخیلی که آگوست کانت نیز می گوید چیزی که حساب و سنجش کرده نمی شود بوده نمی تواند. استاد اینجا زندان است مگر؟ نفهمیدم؟ سخنی رو که به تخته صنف نوشته در دیوارهای زندانی که ولیهای سنجان به معنای شکنجه می‌دانند نوشته شده بود. هنگام شکنجه‌های دهشت‌آور این ولیهای مغرور و سادیست عذاب کشندگان از خدا مدد و رحمت انتظار نشوند گفته آنها مسخره‌آمیزانه به دیوار همین سخن‌ها رو نوشته بودند. اگر حالا ما نیز چنین گوییم به همان عصر میانگی بر نمیگردیم مگر؟ بله اما مقصد ما دیگر است. دانش. به هر حال استاد عقیده های کامته رو که پیش آوردید یک عقیده فیلسوفانه می باشد. این گونه عقیده ها عقیده رسمی یک دانشگاه شده نمی تواند. چخیلی که هر گونه فکر و عقیده های به میان آمده باعث بحث می شوند. حقوق هر یک انسان به مثل به اخلاق سفسطه است. آگوست کانت. آب از آتش نمی ترسد. والتر؟ مولانا. فهمان بچه ها تا پنجشنبه آینده ایدیل تو با حجره من بیا. یک ثانیه کبوترکی خدبیارک نباشد؟ ندونستید. چی نویگری؟ تو رو انتظار بودم. خوبی؟ من مرا نتیجه های امریج خیلی برآمد. تنها تلفنی گپ زده میتوانیم. از گفته هایش نتیجه ها نسبتا خوبتر برآمدن. انشاءالله خوب می شود. من به این باوری دارم. از خوشبینی های تو حیرانم. تو چی خیلی که غمگین می نمایی؟ چیزی نیست. درس آخرون کمی طول کشید. این چیست؟ این از من به تو هدیه. دوگانه جان تجهیزات تو کمی کهنه شده است، بنابراین من این رو به تو گرفتم. بگیر. ایدی چرا آواره شدی؟ چه ها میگویی؟ چه خیلی آواره شوی؟ عیناً همین خیلش رو با پدرم گرفتم. به ایست هر ساعت قید رقمی کرده میتواند. ساعت بر روز قیدی رو نشان میدهد. درس ها رو آموختنت باز هم آسان تر می شود. ها، خواهی با گوشمانک خواهی بی گوشمانک استفاده بر. تشکر زیاد. تو برایم از دوگانه هم بیشتری. خواهرم برین. خیر من روم. درس هست. در اومد گپ به تو هم موفقیت. تشکر. فاتح من، شهزاد من، بچه جانکم، اصلکم. اصلکی دادا، اصلکم. چی شد؟ جانکم. من حاضر دارو میارم. آروم شو، آروم شو. لازم نیست.
با انگشتم نمیگیریم. مادر شدم اما کودکم رو مکنده نمیتوانم چون که شیر ندارم. چقدر مادرم من. اینش در دست تو نیست کن. قسمت خدا همین خیل خواسته است. این تیغ رو به ما داد، رزقش را هم میدهد. خاطر نشو، تازه کن آب دیدت را. فاتح همان گریه مادرش را نبیند. کو برایش خنده کن. فاتح من. تشکر زیاد. تشکر. فرانسه زمین‌های در امریکای شمالی داشتش رو بعدی کدام سازشنامه با انگلیس از دست داده بود؟ سازشنامه لندن مگر؟ اینه استو چی بود؟ سازشنامه پاریژ سال 1763. ها درست، سازشنامه پاریژ. خیر باز جنگ‌های واریسان استرالیا هست. 1700 چند بود؟ بین سالهای 740 و 748. درست، بله. 1748 طرف ها رو چی؟ یکون کس میدوند؟ استرالیا برای زمین های از دست دادهش رو گرفتن طرفدار میجوست. فرانسه، ساکسونیا باز چی بود؟ استرالیا با فرانسه اتفاق شدن مگر؟ австрия با فرانسه، ساکسونیا، شویتسیا و روسیه اتفاق شدند. پروسیا باشد با انگلیس متحد شد. مقصدش منطقه سیلزیا رو گرفتن بود. تو بشرا نیستی؟ دوگانه تو کامپیوتری؟ حتی به درس ها در اومده نمیتوانی. از کجا همه این رو میدانی؟ این رو بینم. دیوانه میشوم حاضر. به درس ها نمیدارویم لیکن تیارم. خب تو اجازت نامه امتحان سپاری رو گرفته میتوانی؟ نه، میدونید که به دانشگاه در اومده نمیتوانم. اینطور باشه چی میخوانی؟ من دانشجویم. وظیفه من خواندن و درس ها آماده شدن است. دانشگاه یا معلمان خواهند یا نه، این انتخابی آنهاست. ساعت 12 شده است و دست دختر خیزید به امتحان کم ترک وقت مانده است. جهانک پدر، کودک را گیر، من در را کشایم. وای جانم، کی اومده باشه؟ مرحمت هنرپا، مرحمت، خوش آمدید. خوش آمده. ای شی ماشالله من میخورم اینقدر کودک بیزیه. به من رفته است. وای من شوخی میکنم. چه رخساره زیبا، چه رخساره سور. ای دخترم التماس از دست من گیر وگرنه من او را گزیده میخورم. ماشالله. وای این کی میشده باشد؟ علیم خالهش معقول شدن. پلیس میشود پسری من. الله تعالی فرزند صالح گرداند. کمیسری کلان. تشکر به شما. به شما هم مبارک باشد. خدا خواهد فرزندی به ایمان می شود. آمین. تشکر زیاد. ای دخترم وای هم کودک داره؟ نه خود چند ساله؟ هنوز نوزاد، خیلی خورده است. خدا نگه داردش. خانم ها من باید بروم. حلیمه، نجیب سردار یکون چیز نگفته بودن؟ شما رخصت دور نبودید مگر؟ در خانه نشسته نمیتوانم. خب تو رو یگی جان، ما زنها کارهایی بسیار داریم. خیر شما خوش بیمانید. یگی جان بین اگر گروس نباشی از سمبوسه های کیراز پخته بگیر، در راه میخوری. نه پا گوشته نیستم. خیر شما خوش بیمانید، من رفتم. جناب رکتور، نجیب سردار اومدن. خیلی خوب، بگذار برایم. مرحمت. سلام جناب رکتور. سلام علیکم، خوش آمدید. مرحمت بنشینید.
چی می نوشه؟ چیزی لازم نیست. آخری خیل نمی شود. اقلا چای نوشه؟ خیر میلش. با نجیب سردار یک چای. با من یک قهوه ترکی. با شما خوردن خیلی مشکل بوده است. خیلی شده است که ملاقات کردن میخواستم. بله از بسیاری کار. مرحمت نوش جان. مرحمت. کاتبه خانم این را از یخدان آورده است به فکرم. حال همینطور گویید. وقتهای آخر چای خنک نوشیدن مد شده است. نه لازم نیست نمی نوشم. شما نوش جان کنید. شما میدانید که دانشگاهتان به موضوع ایکسی قسم تقویت امنیت داخل کرده شده است. نه خود همینطور. به نزدیکی در دانشگاهتان واقعه‌های ناخوش رخ داده بودند. به همین هم ما به شما در خصوص احتمالیت رخ دادن چنین واقعه آگاهی داده بودیم. بله در خوابگاه هم میتینگ غیر قانونی برپا نمودند و دو دانشجویمان جزا دادیم و از دانشگاه خارج کردیم. کی بودن همان دانشجویان رو فهمیدم میتوانم؟ البته. مرحمت درباره آنها قراری جزا برآمد. همین دانشجویان جزا گرفتن؟ بله برای میتینگ. اصلا را شما به من فهمانید. از بی‌سر و سامانی های در دانشگاهتان بوده بخبر بودنتان مرا به تعجب گذاشت محترم رکتور. لیکن این چه خیلی شده است؟ زیرا به شما از امنیت معلومات های لازمه داده می شوند. هنگامی پرسش این دو دانشجو معلوماتی در بعضی کلوب های دانشگاه فعالیت های غیر قانونی موجود بودنش رو ما گرفتیم و این را به شما نیز خبر داده بودیم. بار دیگر تکرار میکنم خبر دادیم. این مسئله رو دیده میبراییم. امیدوارم با شما یگان وقت خالی صحبت میکنیم نجیب سردار. امروز به نهایت بندم. کاتبات هانیحال خانم بسیار آدم خوش صحبت بوده است. هنگام انتظاری هم روز خالی بودنتان رو به من گفته بود. از همکاری با شما همچون از شخصی با وجدان خرسندم. نه اسمانی. مادامی که مشغولت وقتتان رو نمیگیرم. درا سلام پدر. دخترم این چی رفتار بود؟ با رفتارم چی شده است؟ من تو رو همین خیلی تربیه کردم. سر نکنید پدر. میبخشید و نقل کردگیتون سفسدتر. من از نگاه علمی فهماندن میخوام و مرا تنقید میکنند. تنقید کننده کیست؟ دخترم. من خوبش روم. میگفتگیتون همین بود؟ نه خانم باز هست. پدر مخالفت نکنید. عقل تنقید کننده رو شما با من یاد دادید. حالا اگر اجازت باشد رفتنم لازم. امتحان دارم. اما عقل تقلید کننده. بشرا جان خوش آمدید استاد. شین یگون چیز می نوشید؟ قهوه می نوشم. یک لحظه. برایم یک قهوه کم شکر بیارید. به امتحان تیاری؟ تیارم استاد. بعد از 1 ساعت از دیگر رفیقانت امتحان میگیرم. به تو باور میکنم. به رفیقانت سوال ها را نگویی. نه استاد نخواد گویم. به همین هم برای این وقتت نمی رسد. از اینجا که برآمدم از رفیقانت
امتحان میگیرم کنیگیر 4 سوال دارد 1 ساعت داری کتاب و دفترت را از روی میز گیر میتوانی سر کنی خوب شده است. آوردی امروزها این عادت از یاد رفته است کودکمان که پسر است باید سیبه سرخ بندیم میدونی حلیمه از عرف و عادت ها آنقدر هم دور نشده ایم. خدا فرزندت را پیغمبر و انبیا می شناختگی انسانی به همه آدمان فایده آور دانا با عقل با ایمان و خوش اخلاق کند آمین آمین آمین. این بسیار شیرین است. البته شیرین است تا که شیرت هم شیرین شود این تفلک هم شیرین شود همین خیلی نه؟ چی شد دخترم؟ شیرم نیست. به دکتر رفتیم باز کمی انتظار شویم گفت. از افتش بعضن به این دچار می شدند. از ناعلاجی به کودکمان شیر صنعی می دهیم. نگوی دخترم در فکری بد نکن. در بعضی موردها شیر کمی دیرتر می آید شربت را بنوش. مرحمت استاد. حالا وقت هست خواهی کمی تفتیش کن. نه تفتیش کردم تشکر. تمام. باز به امتحان دیر نمانید. خیلی نوشتی کو؟ استاد لبای؟ تشکر زیاد. برای چی؟ برای امتحان؟ بشرا تو به امتحان در آمده نتوانی هم یکی از دانشجویان پیش قدم من هستی با غیرت هستی هر روز به این جامعه آیی این قهوه خانه صنفی تو شده است درس ها را از رفیقانت التماس کرده در خانه گوش میکنی دفترهایشان را نسخه برداری میکنی من از این خیل دانشجوی پرغیرت امتحان نگیرم از کی گیرم؟ تشکر استاد. باز همینش هم هست که اگر اینقدر علاقان نمی بودی باز هم از تو امتحان می گرفتم. دانشگاه تو را به امتحان اجازت نمی دهد. مرا کمی بیش می شناسی به خدا باوری دارم و دیگر چیزی نمی فهمم لیکن انتخاب آدمان را احترام می کنم به آزادی نیست. اصلا تو به بسیار رفیقانت نمونه می شوی بشرا هرچندی که به درس ها در آمده نتوانی هم نه از ایمانت رو می گردانی و نه درس خانیت را می پرتایی. من همچون استاد از تو تنها امتحان می گیرم. انا به همین کوشش و ایمانت حیرانم. اصلا تو به من کسی رو به خاطرم میاری. عجیب. کی را استاد؟ خرد بودم 5 یا 6 ساله همراه بیبیم به مسجد سلطان احمد رفته بودیم. همان وقت در خانه بیبیم مانده بودم. بیبیم نماز میخوندن. به مسجد در آمدیم. هیچگاه از خاطرم نمی براید. همان پایافزال های گلابی داشتم. عقل کودکی ده. با پایافزالم به مسجد در آمده بودم. بیبیم اهمیت ندادند. بیبیم آنجا نماز میخوندند و من گرد و اطراف را تماشا میکردم. همان وقت یک زنی جوانی به نزدم آمد و تبسم کنان به من پایافزالهایت اینقدر زیبا گفت و از سمکش یک قند برآورده داد و همان قندهای مولانای قونیه هست که خیالم مثل همان بود. مزهی همان قند هیچگاه از خاطرم نمی براید. بعد از رخسارم بوسه کردم. به نماز استاد و زیبا میخواند. خواندنش را تماشا کرده. همون چیز از خاطرم نمی رود. اون منظره بیبیم نمازشون را خوندند. وقتی که با پایافزال به مسجد در آمدنم را پی بردند بسیار شرم داشته بودند. من همانا از پس خانم تماشا می کردم. تو را به همون خانم مانند می کنم. از چی باشده؟
پول قهوه رو خودم میدهم. از روی آداب نیست. میخواستم شما رو یگون وقت به قهوه نوشی دعوت کنم. استاد هستم، پولش رو خودم میدهم. من به این حق پرستی شما حیرانم. خیر، تا بازدید. خیر، تا بازدید. تمام. آی سمکم را دزدیدن. خدا جان نه من خوبم. دزدیدن سمکم را گیریم. نفقم بود در سمکم. جویی میرفتگیتون دور باشد. کوی دوره میتوانم. در کجا زندگی میکنید؟ خاله جان من به شما یاری میدهم. خواهید من شما رو برم به شما یک بلد آب گیرم. تشکر دخترم. آب نشید رفتیم. در آن عقیده می باشم که یک اصطلاح بیولوژی انتخاب طبیعی را با اصطلاح جامعه شناسی عوض کرده می توانیم. انتخاب طبیعی مکانیزمی است که در آن ارگانیسم و فردهای با محیط اطراف خوبتر مطابق شوند نسبت به دیگر ارگانیسم و فردها امکانیت بیشتر دارند. خدا از تو راضی باشد بچم. هوا تاریک شد. خانه تو نزدیک است. چه خیل می روی؟ هیچ گپ نی خاله جان. خانم نزدیک است. با اتوبوس می روم. خوب بچم. احتیاط شو. بین اطراف پر از راهزن است. خوب بمانید. در جامعه شناسی شخصیت ها گرفتار انتخاب طبیعی هستند. بعضی آدمان امکانیت بیشتر دارند. نظریه من انتخاب شوی این شخصیت های با اقبال را از طرف یک ساخت با شعور درست می شمارم. خیلی که طبیعت انتخاب می کند بعضی ساخت های با شعور نیست. حالا در دانشگاه ها اگر چنین یک سیستم انتخابی را از جهت حقوق و آزادی خطا شمارند هم به فکرم درستش جامعه نیز برای طبیعت حتما لازم است. لبه اوه سلام، چطور هستی؟ بگو من ازم بیا. همون مسئله ریکتور رو دیده برایم. باز گپ‌های دیگر هم هست و من سب پیش بری میکنیم. ای عجایب. مایلش اینطور باشد پگاه من ازت میایم. خیر تا بازدید. بای بای. ای اوف. اما سری با عقل همیشه یکون راهی را میابد. از همین جا میانه بر کنیم.
منصب حیاتم زندگیم من نباید حبس شوم نمیتوانم نمیتوانم به هر حال یگان کس میابد به دکتر میبرد به همینم با چنین آدمان یارم داده یا بسیار میبراید آیستا احتیاط کنید حالش چگونه است؟ صدمه نقلیاتی زخمدار بیهوش است. داخلی ماشین بوده است یا بیرون از آن؟ بیرون از ماشین. شخصیتش معلوم است؟ در سمکش همیان بود. نامش بشرا، نبضش خیلی سست. بشرا مرا میشنوی؟ بشرا فرصت کم است، او را زود به حجره جراحی برید. فهمم. رفیق سردار، یک صدمه نقلیاتی رخ داده است. خیر. یک نفر سخت زخمی شده است. شخصی زدگی باشد، گریخته است. فهمم. مشغول شو. آچش دعا کنیم خدا شفا دهد. لبای پدر، در بیمارستانم. دوگانه‌ام به صدمه افتاده است. من خبر میدیم. خیر. سلام. من ایدیل، دوگانه بشرا. ایدیل، بشرا همیشه درباره تو نقل میکرد. خواطر نشوی، صحت میشود. حس میکند. زیرا آدمی خوب است. تو کبرویی؟ ها، از کجا فهمیدید؟ نخود ندانم. اپا دربارت خیلی نقل کرده بود. اما گشهای من سرخ نشدن. اینجا بیا. مرحمت سردار. یعنی صدمه در همین نقطه رخ داده است؟ بله رفیق سردار، عیناً در همین جا. شاهد است؟ نه سردار. در این نزدیکی ها کامیرا است؟ در چهارراه یک تا است، اما اینجا رو میدیده باشد نمیدانم. شاید کامیرای به خطری انا همان ساختار نشانی به کار آید. سلام کمیسری کلان. سلام. جنایتی صدموی؟ جنایتکار نیست. زده گریخته است بی ناموس. جبر دیده کیست؟ بیمار رو از نظر گذرانیدیم. زخمی کاسه‌خانه سر دارد. باید جراحی شود. صحت می شود دکتر خانم؟ بیمار دخترتون می شود. بشرا. افسوس هنگامی صدمه کاسه‌خانه سرش آسیب دیده است. این بعضاً تبابت شونده است، لیکن حاضر به شما هیچ چیز گفته نمیتوانم، چون که همش بعد از جراحی معلوم می شود. بدتر به شما میگویم. خدا جان یاریده، التماس. بیاید اینجا بشینید. خواطر نشدید. من خبرنگارم، چون این واقعه ها را بسیار دیدم. دخترتون انشاءالله شفا مییابد. کمی درباره این با من نقل کنید. انا جگر بندم، فرشتم.
شیرم تمام شده است. نازا رفیق کمیسر شیر برای کودک من گنی بیدار شو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ شین من که به تو رخصت داده بودم. چرا آمدی؟ من محترم سردار در خانه شیشته نتوانستم. فهمیدم کار را دوست میداری لیکن در جای کار میخوابی. آخر اجازت دادم رو در نزد زن و فرزندت باش. کنی رو چشمان تو را نبیند. دم گیرو بعد هوشیار به کارهای. فهمیدی؟ خوب شده است محترم سردار. کی رفتیم من تو را میبرم. در آمدی گپ تو ماشین رو چیکار کردی؟ ماشین ماشین را فروختم رفیق سردار. چرا؟ کمی قرض داشتم. بعداً تولید نوزاد بعضی خراجاتی را تقاضا دارد. چند روز شد؟ 2 روز. دیروز باید میدیدیم نشد. شاید امروز میبینیم. تو کی میروی؟ از خونه رفته یکون چیز گرفتنم لازم. خواهی امروز یک جایه میرویم. از خانه کی برمیگردی؟ با فکرم ساعت 3 همینجا میشوم. میلش نباشد. رسو ساعت 3 در همونجا وام میخوریم. جانم دخترم لیلی جانم ای جان. چی شد پدر؟ لیلی بیمار است. پیش از این هم بیمار شده بود. خواطر نشوید صحت می شود. با دکتری حیوانات بردن لازم. پدر میدونید شما رو هیچ نمیفهمم. رفتاری در دانشگاه داشتهتون از رفتاری حاضرتون مثل که فرق میکند. در اینجا سگم کسل شده از گفته پدری دارم که اشک چشم میریزد، اما در دانشگاه باشد بی‌رحم، انتظام پرست، با یک سگ نه با انسان رحم نمیکند. میگم که با دکتری حیوانات برام. البته برید. جراحتش جدی است. هوشش در جایش اما اعضای بدنش فلج. تنها با چشمانش میجه زده میتواند. ما رو شنیده میتواند. بله میشنود. اکنون چه؟ بین تانسال برادران فرانسوی را میانه را نمودم. تو را به اکادمی علم های فرانسه میگیرند. برای پیشرفت منصبت این عالی جلاب میشود. بعد چیز گوی در مقابلشان دیوار بر این منصبت بیستد. تو سخنهای ما را گوش کرده ایستاده ای؟ بله. ای بچه بعد از من تو رکتر بشوی. میفهمی؟ نخود این تو رو به هیجان نآورد. تو رکتر شدن نمیخواهی مگر؟ میدانم که چلی تشکر. کمی سرم گرنگ است. یگان واقعه رخ داد؟ نه. مرحمت کنید. خواهش میکنم. البته هرگاه خواستید. به تشویش. سلامت باشید.
به چشم. کی زنگ زد که اینقدر ترسیدی؟ زوجم. زنت تمام خندم نامده بود. ای بچه اینطور باشد تمامی عمرت با ترسول از بگذشته از کن. مرحمت رسول. بشرا سلام بشرا. خیریت به خود آمدی. لازم نی. امتحانات را تفتیش کردم. شاید جوابش را دانستم میخواهی. از روی 199 بال گرفتی. این عقیده شخصی من است. شاید دیگران عقیده دیگر داشته باشند. عقیده شخصی داشتن مهم است. تو مرا میفهمی؟ بشرا، تو دانشجویی بهترینی من میباشی. این را میخواهم دانی. از یک کامری بی‌خطری نزدیکی جای صدمه که بودن شخصیت را و یا رقم ماشین را انیق کردن ناممکن است، اما جنایت را انیق میکردگی نوار هست. آدم را آشکارا زده گرفته است میخواد؟ عیناً رفیق سردار. از جیب داشتنش میبرد که ثروت و منصبش خوب است. همین خیلی مینماید. در جای واقع یگان دلیل هست؟ بغیر از اشیای به اطراف پنج شده جبر دیده چیزی یافت نشد. با پروکراتور دادیم، آنها با اویلش سپردگیستند و یگان چیزی دلیل شونده با نخوردیم. تنها در سمکه جبر دیده کمی رنگ ماشین سیاه و شیشه پاره ها بودند. احتمال تأثیری صدمه باشد. جبر دیده کیست؟ خبر آنو؟ آنو بکار. این رازی را یافتن آموزم. حتما. تنسل؟ خوب هستی؟ خوبم. به نزدیکی در مطبوعات اعلان میکنیم. خود رو به ترتیب بار. الو ایدیل؟ به درس نامدی؟ در کجایی؟ ها؟ در دکتر؟ دخترم چرا میگیری؟ آرام شو. در بیمارخانه؟ همدردیم را قبول کنید. من سردار قسم تقویت نجیب یلمز. تشکر. دخترتان چخیل است؟ جنایتکار را جسته ساده‌ایم. خواطر نشوید. شخص جنایتکار با پیش عدالت خواهد برآمد. ببینید چشمانش را کشد. بشرا ما را میشنوی؟ بشرا شخصی از همه خوبی است که من در حیاتم دیدم. یگان بار شکایت کنیش را نشنیدم. حتی وقتی که او را از دانشگاه برکنار کردند او شکایت نکرد. تنها وظیفه خودش را اجرا میکرد و خلاص. بشرا ببین اینها پلیس های وظیفه دار این واقعه می باشند. شخصی به تو این را روا دیده را می یابند. تو او را دیده ای؟ دیده است. ما را میشنود؟ بله. با چشمانش جواب داده می تواند. یک بار می جزند ها، دو بارش نه.
бушра ман аҷиб сардори полис моро ҳатман меёбем иншоллоҳ агар ронандаро бори дигар бубинӣ мешиносӣ ин хуб аст аммо ронанда ба ки монанд буданашро чӣ хел муайян кунем чӣ хел хуб якту мепурсам ту ӯро мешиносӣ о худоё бушра аз наворҳои як камераи бехатарӣ ҳолати садамаро аз дури дида тавонистем лекин ба андозаи ҷинояткорро аниқ нишон медодагӣ дар даст наворҳо надорем танҳо мард буданашро мо тахмин мекунем он шахс шояд аз рафиқонат аст ё шиносҳоят ё ягон каси дигар саволҳоро бояд бо он тарзе диҳем ки ҷавобаш ҳа ё не бошад аз шиносҳои рафиқонат буд не хайр аз шиносҳои атрофиёнат аст дар атрофат киё аст ба ғайр аз рафиқонат оила маҳалла донишгоҳ аз донишгоҳ нест зеро аз шиносҳои рафиқонаш нест гуфт дар донишгоҳ рафиқонаш нестанд лекин устодон ҳастанд коргарон ҳастанд ба қаҳвахонаҳои гирду атроф мерафтагиҳо ҳастанд идил хонум падаратон омаданд ва шуморо интизор ҳастанд дар берун бо иҷозати шумо инҷо чӣ кор мекунӣ духтарам дугонаам гуфта будам ку ҳатто талабаи шумост ҳарчанд ки ӯро ҳеҷ надидаед аммо чӣ хел надидам духтари рӯи молдор ба дарсҳо ягон бор даромада натавонист аслан шумо низ медаромадиед шояд дилбардорие шавад не ман надораям падар бушраби ин ҳам тамоман фалат шудааст ҳатто гап зада наметавонад зиёрати шумо бар ин як устод ба ӯ рӯҳбаландӣ меовард фалат шудааст биёед дароед бушраҷон бубин кӣ омад ҳамдардам ташаккур падарам ва ҳам устодам бушра низ аз ӯ дарс меомӯзад ҳамдардимро қабул кунед дарс дорам ташаккур ба шумо заҳмат кашидед чӣ заҳмат духтарам мамеоед не ман ин ҷо мемонам хайр майлаш то дидан бушра саволи охирин чӣ буд ронанда аз шиносҳои донишгоҳият буд акаҷон бушра бисёр хаста шудааст ҳоло лутфан ҳуҷраро холӣ кунед каме истироҳат карданаш лозим шумо низ софия хонум марҳамат ба ман каме иҷозат медиҳед майлаш танҳо якчанд дақиқа ташаккур бори дигар ҳамдардиамро қабул кунед худо шифо диҳад шифои комил мехоҳам шумо ғам накунед мо дар ҷустуҷӯем шахси ин ҳодисаи ба духтартон раво дидаро меёбем иншоллоҳ ин корти ман агар ягон чиз шавад ба ман занг занед рафиқ сардор мефармоед баъди садама пулисҳо сумкаи духтарамро оварданд дар прокуратура тафтиш карданд ҳангоми садама ба ҳар тараф пош хӯрдааст лекин як чизро нафаҳмидам духтарам дарсҳояшро аз рафиқонаш бо овозсабткунак сабт карда ҳамон хел тайёр мекард инро дугонааш идил ҳамон рӯз ба ӯ ҳадия намудааст ки аз кисааш ёфтанд лекин як чизро намефаҳмам
عیناً مثل همین در سومکش یک تای دیگر هست. او اینش از کجا پیدا شد؟ پدر جون برای تو گرفتم. آدمی زود اندیشه هایت رو در خود ثبت میکنی. تشکر. ببینید پدر، انا این خیل با کیسه کورتا چسبانده میتوانید. میکروفونش در بالویش با آسانی آواز رو ثبت میکنید. بوشرا و سوال آخرین جواب ده. راننده از شناسهای دانشگاهیت بود. اگر اجازه دید سمکه بوشرا را گیریم خوب؟ البته. شاید پای انگشتان یگان چیزی به همین مانند یافته توانیم. سلامت باشید. چند بار گوش کردیم؟ 5. تو نیز مانند من فکر کرده استاده‌ای. تجهیزات دیجیتالی است. وقتی با قیدگیری نیست معلوم. 17:23. کامرای بی خطری نیست همان ساعت بوده میتونی؟ بله سردار. و شعبه تکنیکی سپار. مقایسه آواز و دیگر کارهای تکنیکی را زود دیده برایم. بعد این تجهیزات را به من برگردان. با یک کاری دارم. بیا. بیا دخترم. پدر. بس دخترم زیر نشو. حادثه به سر دوگانت آمده بسیار علم آور است. پدر آواز ثبت کنه که برایتان گرفتم کجاست؟ آواز ثبت کنه که برایتان هدیه نمودم. چی میدونم دخترم. همین جاست. کارم زیاد است. باور کن. آن رو دیدن میخواهم. دختر جانک من برای هدیه تشکر. اما من یک آدمی خاطر پریشانم. همیشه یک چیز رو گم میکنم و بعد میابم. از کجا دانم که حاضر وی را در کجا ماندم؟ به همین هم سرم گرنگ است. حاضر وی با تو چی در کار؟ پدر اگر ایدیل خانم؟ نامتان ایدیل بود نه؟ بله. چی شد؟ چرا گیره میکنین؟ یا با بوشره یگان چیزی شد؟ نه هیچ گپ نه. یگان جای آرامانه با شما صحبت میکردگی است؟ معنای بشرا را فهمیدم. مژده بوده است. تو نیز برایمان مژده میشوی. همین خیل نه بشرا. بشرا فهمیدم تو مژده منی. میفهمی مرا؟ به خود آمد. تبسم کرد. زیجان خانم. این آوازی پدرم است. هر دو تجهیزات رو مقایسه کردیم. در یک تاش درس‌های میخواندگیتان است. در دیگرش پدرم بسیار خاطر پریشان. در اونجا فراموش کردگی است. چی شده باشد؟ لبای چی شد؟ ایدیل چی شد؟
بوشرا مرده است. دوره رکتوریم را که با خوبی گذرانیدم باوری دارم به نزدیکی به آخر میرسد. برای این وظیفه البته انتخابات گذرانیده می شود. نامزد پیشنهاد کرده من نه تنها در مملکتم بلکه در دنیا نیز عالمی شناخته، حتی اعضای اکادمی بین الخلقی آلمان و فرانسه بر یک تشکیلاتی مهم می باشد. انسان است که تفکری زمانوی داشته، عالمی حقیقی و نمونوی است که اثرهای علمیش بارها به چاپ رسیدند. او را همه‌تان میشناسید. پروفسور دکتر تانسال کارمن. تشکر. با دوست عزیزم عالمی صاحب تفکر زمانوی رکترمان پروفسور دکتر یمن کرچالی نداری بیان میکنم. میدونید که این از شماست محترم کارمن؟ نامزدی برای رکتر. محترم کارمن، و شما سوال دادم. این از شماست؟ آخر این با این مسئله چی دخل دارد؟ این از شماست؟ تکرار میکنم این از شماست؟ آواز. آخر برای چی؟ شما را با دلیل جنایت صادر کردن دستگیر میکنم محترم تانسال کارمن. رفیقم حقوقتان را خوانده میدهد. خیالم نامزدی بر رکتوری را کمی دیرتر میگیرید. چخیل جنایت؟ کدام جنایت؟ آخر چه ها میگید؟ چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ و شما خطا میکنید. کارهای افلاس پنهان نمیماند جنابی من. بعد از این رو فراموش نکنید. شما را در حالت دیگر من دستگیر میکنم. و فکرم خودتان این رو میفهمید. برای دستگیر شدن شما نمیگیریم. برای آن میگیریم که دوگانه هم مرده است. بوشرا مرده است. پسر جانم، تماشای باغ با تو پسند است؟ نجیب سردارت بسیار آدمی میفهمیدگی بوده است. درست هم باشد تو را جواب دادنش خوب شد. تو این را با من میگویی؟ لیکن کودکبانی از پلیس بودن مشکل تر است. در نهایت به دکتر رفته توانستیم. بیا غذای دکتر فرموده را گیریم. گفته که بر این غذا را از کجا میگیریم؟ از همین جا، از یکون داروخانه میگیریم. خیر تو رفته گیر نازان جان. من با فاتی هم کمی المونجک زنم. چی خیل المونج زنی گیر؟ هنوز چیله کودک نبرآمده است. خدا نکرده در این برف و باران کودک را شمال زند. چی؟ جانکم، من که من با پسرکم کمی بازی کنم از برای خدا. آخر پس از فردا باز به کار میبرایم. دیگر وقتی بازی نمیشود 5 دقیقه با پسرکم المونجک بازی کنم. تو رو غذا را گیر، ما تو رو انتظار میشویم. مایلش. پسر جانکم اصلکی دادیش، اصلکی من. پسر جانکم کلان شود، پسر جانم کلان شود، سردار پولیسان شود. پسر جانم کلان شود، سردار پولیسان شود، سردار پولیسان شود. ایستا! ایست! 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 ایست!
نازان نازان جان نازان جان نازان 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 خاطر نشو بهترش بهترش گرفتن شیری کودک رو فراموش نکن مدد کنید یاری تجلی